اگه از کلیک روی همستر خسته شدی و نیاز به این نرم افزاری داری که این کار رو براتون به صورت اتوماتیک انجام بده، خب این ویدیو برای شماست. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. همستر میدونید که دیگه خیلی شایع شده، همه دارن انجامش میدن و مردم باز خسته شدن، هم شما هم مردم خسته شدن که بشینن 3 ساعت کلیک بکنن روی اون سکه و کار به اتوماتیک بودن رسیده. نرم افزارهایی درست شدن تا بتونن این کار رو به صورت اتوماتیک انجام بدن، اما بسیاری از این نرم افزارهایی که تولید شدن معتبر نبودن و باعث شدن که اتوکلیک بند بشه و یا هم همستر بند بشه و نذارن که کارو پیش ببرید. اما این نرم افزاری که امروز براتون آوردم بسیار نرم افزار خوبیه، بند نمیشه، اینو بهتون قول میدم. اگه مشکلی براتون پیش اومد، چون بد نمیشه، یه مشکل ریزی ممکنه پیش بیاد که من چون درصدش کم بود نیومدم اینجا بگم. اگه این مشکل براتون پیش اومد حتما تو کامنت ها بگید تا یه ویدیو جداگانه در موردش بسازیم. بریم سراغ ویدیو. برای دانلود اتوکلیکر وارد مایکت میشید، سرچ میکنید اتوکلیکر و این اتوکلیکری که الان بهتون نشون میدم رو باید دانلود بکنید. لینک این رو داخل کانال تلگراممون میذارم. کانال تلگرامم توی دیسکریپشن گذاشتم، میتونید عضو بشید و از این لینک استفاده بکنید. خب وارد اتوکلیکر میشیم، اینجا تایید رو کلیک میکنید. وارد این برنامه میشه، اون برنامه بارگیری اون آخرین قسمت میزنید، اتوکلیکر رو اینجا انتخاب میکنید، اون تیک بالایی رو میزنید، تیک پایینی رو نیازی نیست، تیک بالاییه. 10 ثانیه صبر میکنید، اون تیک اون قسمت رو میزنید و تایید رو کلیک میکنید. خب میایید بیرون، اون پایینی گزینه پایینی رو میزنید. خب حالا وارد همستر میشیم. با زدن روی اون به علاوه میتونید این کلیک ها رو اضافه بکنید. پیشنهاد من 6 تاه که شما 6 تا رو اینجا اضافه بکنید خوبه. خب روی اولی میزنید و میذاریدش روی 1. روی دومی میزنید میذاریدش 10. روی سومی میزنید و اینجا رو میکنید 20 ثانیه، 20 میلیثانیه. بعدی یعنی 4می رو میذارید روی 30، 5می رو میذارید روی 40 و 6می هم میذارید روی 50. خب حالا روی گزینه پخش اون بالا میزنید پلی، نه بچه‌ها پخش، فارسی رو پاس بدیم. خب میبینید که داره استخراج و ماین انجام میشه به راحتی. میتونید روی گزینه بوست بزنید، فول انرژی رو بزنید و اینو بزنید، این قسمت رو تا حالا دوباره پر شد. دوباره گزینه پلی نوچه ها پخش رو بزنید و منتظر باشید که ماین انجام میشه. از گزینه فول انرژی هم میتونید هر 1 ساعت یه بار در طول شبانه روز ازش استفاده بکنید. با زدن روی گزینه مربع شکل میتونید نگهش دارید و بگیرید. خب یه تنظیمات هم اینجا داره توی خود اتوکلیکر که شما میتونید اینها رو بزرگ کوچیک بکنید، که پیشنهاد من همون دست نزنید به تنظیم. حالا اگه دوست دارید یه جاهایی برای همستر نه برای چیزهای دیگه که بخواد استفاده کنید کوچیک و بزرگش کنید. ممنون که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید، امیدوارم به دردتون خورده باشه. حتما اگه دوست داشتید لایک بکنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید تا اولین نفری باشید که به ویدیو من وارد میشید. در ضمن اگه مشکل پیش اومد حتما تو کامنت ها بگید. ممنون از شما، خدا نگهدار.